با سلام خدمت شما دوستان و فارسی زبانان گرامی در سراسر دنیا. در خدمت شما هستم با آموزش خط فارسی. قبل از اینکه به درس بپردازیم لازم هست چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه فارسی شامل 32 حرف است و فارسی برخلاف بیشتر زبان‌ها که از چپ به راست نوشته میشه، از راست به چپ نوشته میشه. پس فارسی از راست به چپ نوشته میشه. و اینکه در فارسی ما دو نوع حرف داریم: حروف متصل و حروف غیر متصل. حروف متصل حروفی هستن که به حرفهای بعد از خودشون متصل میشن، وصل میشن، میچسبن. ولی حروف غیر متصل و یا حروف منفصل حروفی هستن که به حرفهای بعد از خودشون متصل نمیشن، وصل نمیشن و یا نمیچسبن. اولین حرف الفبای فارسی حرف الف هست. الف در کلمات فارسی به اشکال گوناگون خونده میشه. صداهای مختلفی داره. صدای ا داره، صدای ا داره، او، آ، ای، او. این صداها رو داره. در این درس الف صدای آ میده. آ. ما آ رو در فارسی به دو صورت می نویسیم: آی مددار به این صورت و آی مددار به این صورت و آی ساده به این صورت. خب تفاوت این دوتا در چی هست؟ آی مددار همیشه در اول کلمات فارسی میاد، یعنی در وسط و یا آخر کلمه ما آی مددار استفاده نمی کنیم. مثالی که برای آی مددار میتونم بزنم کلمه آب هست. توجه کنید که آ در اول کلمه آب اومده و به صورت مددار نوشته شده. آب همون چیزی هستش که ما هنگام تشنگی می نوشیم. و یا کلمه آبی، رنگ آبی، آبی. آبی هم چون آ در ابتدای کلمه آبی اومده به صورت مددار نوشته شده. مثالی که برای آی ساده میتونم بزنم کلمه مثلا دریا، کلمه دریا. توجه کنید که این آ در آخر کلمه دریا اومده و به صورت ساده نوشته شده. و یا کلمه باد، همون چیزی که میوزه و درختان رو تکون میده. باد. اینجا هم توجه کنید که الف آ در وسط کلمه باد اومده و به صورت ساده هم اومده. در قالب جمله هم بخوایم مثال بزنیم مثلا آسمان
است. آسمان آبی است. آسمان آبی است. خب به طرز نوشتن آ در این جمله توجه کنید. کلمه آسمان، آسمان در اول کلمه ما آ رو داریم، چون آ در اول اومده به صورت مددار نوشته شده و بعد از حرف م آسمان، ببینید اینجا آ به صورت ساده اومده. و یک کلمه آبی، کلمه آبی چون آ در ابتدای کلمه اومده به صورت مددار اومده. خب قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنیم یه نگاهی به این حروف و کلمات و جمله مثال بیاندازین و بعد از اون درس جدید رو شروع کنیم. و اینم فراموش نکنید که حتما تمرین کنید و فقط به دیدن بسنده نکنید. نگه که ما دیدیم و به هر حال یاد گرفتیم، نه، تا تمرین نکنید شما هیچ یاد نمیگیرید. رمز یادگیری تمرین هست فقط. یعنی شده هر حرف رو در یک صفحه کامل بنویسید، حروف رو تمرین کنید، کلمات رو تمرین کنید، جملات رو تمرین کنید. حالا جلوتر که میرسیم باید جمله ها هم تمرین کنیم، یعنی درس‌های بعدی حالا من بهتون املا میگم، صوتی من به شما میگم، شما بنویسید. یعنی واقعا این همه تلاش که میکنید باید به یک نتیجه‌ای برسید.